با ژان گاتن و شوروخ ریزبویف. شوروخ ریزبویف هنوز در موقع خود قرار ندارد. دروازه‌بان سعیدخوجا اشاره دارد که باید توپ به او روان کرده شود. فوتبالبازان کوکتوش این حال نمیدونند که چی کار کرده است و همین طور با دروازه خود گل میزنند. باید توپ بر وقتتر با مرکز روان کرده میشد، اما میبینیم که شوروخ ریزبویف و سهراب رحمانوف مشکلی ایجاد کردن با دسته خود و خود کوکتوش با دروازه‌اش این گونه گل آسان میزند. این گونه پاس‌ها عموما لازم نبودند. در این حالت باید کوکتوش هرچی زودتر توپ رو به مرکز روان میکرد، زیرا حساب 1-2 است. شوروخ ریزبویف به توپ نرسید. مشرفی سعیدخوجا اشاره داشت در همین حالت با سهراب رحمانوف که توپ به او روان کرده شود، اما سهراب رحمانوف توپ رو به دروازه‌بان روان کرد. 3-1 باز هم